که برادر پرسیدند که بارک الله فیکم شخصانی که سنگ تراشی میکنند و بالای قبر یعنی نام و یا عکس میکشند حکم آنها چیست؟ بعضی از مردم به سنگ سر قبر آماده کنی تراشی هیکل سازی مشغولند و البته این بزرگترین گناه است و این گناه کبیره است و بینیات گناه سخت است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن ان اشد العذاب یوم القیامت المصورین، سختترین عذاب در روز قیامت برای رسم گیرندگان است، برای رسم کشندگان است، برای هیکل تراشان است. اون کسانی که از سنگ هیکل میسازند یا سنگ را به سر قبر آماده میسازند. پس این گناه بزرگ است، جایز نیست. البته بر سر قبر سنگ ماندن، درخشاندن، گل ماندن و سیویت شیناندن و شیستن، این همه بدعت است، خرافات است و گناه کبیر است، جایز نیست. و به سر قبر مرد یک سنگ کوچک یک وجبه میگذاشتند و به سر قبر زن دو سنگ میگذاشتند که این قبر از قبر زن و مرد از همدیگر فرق کرده شد. اما امروز کسی پولش زیاد باشد به بالای قبر امروز میبرند مقبره میسازند. به گرد بعضی از قبرها با غشتها زیبا کنند بعضی از آدم‌هایی که از علم شریعت با خبرند و همچون معروف ملایند میکشند با سنگ‌ها میچینند زیبا میکنند قبرها را، که این همه خرافات است، بدعت است و در دین هیچ اثبات، هیچ دلالت بر این سخنها ندارد مگرم اثبات و دلالت بر حرام بودن این عملها است. یعنی قبر را بلند کردن این جایز نیست. در گرد قبر مقبره کردن این روز از روزها شرک را می آورد و این همه مخالف سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است.